حکمت هشتم، ادای 30 سال نماز به اخلاص. ابن ملیکی 30 سال نمازش را تنها در یک جای مسجد ادا می نمود. روزی از سبب نماز جنازه بودن مسجد سرادم بود. ابن ملیکی امکان پیدا کردن نتوانست که در جای دائمیش نماز گذارد. در قلبش چنین گذرانید: امروز تو را در جای همه وقتت نمی بینند. این فکر او را به هوش آورد و خود به خود گفت: ای نفس ریاکار، معلوم می شود که 30 سال نماز را به خاطر گذاشتی که مردم تو را ببینند. بعد از آن 30 سال نماز به اخلاصش را تکراراً ادا نمود. شرح: درسی بود در مسئله درک و فهمیش اخلاص از نگاه بزرگانمان. در میان خلق حکمت است مشهور: اخلاص خلاص. ابو خیر نساج می فرماید اخلاص عمل وسیله است که سبب قبول عمل می گردد.